آیا هوش مصنوعی ممکن است که به خاطر خودش یک روز ما را از بین ببره؟ نه خیر. به خاطر که هوش مصنوعی خودش هویت نداره، حیات نداره. مثلا همین چت جی پی تی که وقتی ما صحبت میکنیم چون به صورت فرندلی صحبت میکنه، ما فکر میکنیم که واقعا او یک فرند و دوست ماست، در حالی که او ذهن ناخودآگاه ما به او چنین هویتی بخشیده، در حالی که چنین چیزی نیست. انسان ها و موجودات زنده دیگری چون که حیات دارن، چون اگه یک بار بمیرن دیگه زنده نمیشن، به خاطر حفظ بقای خود و تداوم نسل خود می جنگن و موجودات دیگر را کنترل میکنن و حتی قربانی خود میکنن، در حالی که هوش مصنوعی چون این چیزی براش تعریف نشده. در نتیجه از این لحاظ که هوش مصنوعی به خاطر حفظ خود مثلا انسان ها رو کنترل بکنه، نه، چون این چیزی واقعیت نداره. اما به عنوان یک سلاح هوشمند توسط خود همین انسان ها، یعنی توسط سازنده های ای آی، در آینده ممکنه استفاده بشه. از این لحاظ بله، خطر داره. حالا نظر شما چی هست؟ در بخش کامنت ها بگید.